قشلاق باد هواش خشروه یکی چی خیلی که من ده همه جا زیر میشم در قشلاق با فکرم یگان بچه رو یگان دختر گپ دادگی نیست واه اینا بالای بچه هم مثل ها زنه میره من گپش میکنم میگه که چی خیلی گپش میکنم ممکن اگر من گپتم این معطاری سرک نبگرده بیا یک گپش دیم اینجا اخ نبیده نگیده یا چند خیلی بنوز کدام مدرسته جون من بادا فدایت سروی زیبای منی جان من بادا فدایت هیچ دختره که بگونه چی میخواد جان من بادا فدایت سروی زیبای منی السلام علیکم علیکم السلام سازی بچه خوبه؟ رحمت شما خوبه تینجا؟ سلامتی خوبه؟ همه ساز به اوخی چو گرخته سینجا به من تو دا گاب دارم مالی گاب میگردی دمی قشلاق خو همی ده کنی کده جمعه پوشیده و تو بیا قطعی من شناس شا میریم دیسکته کنم خیلی رقص بازی رستوران ها داشتن خیلی میگردیم دا اوخی نمره تلفن تمارته ای من تو را گفته اسلام آخوی نمره تلفن تا ته چی میکنی؟ من یه ساعت کیرا فهمونده سم گفته اسلام کن نمره تا مرا ته من زنگ میزنم میریم دیسکاتیکا رقص بازی میکنیم رستوران ها دم میرن خیلی میخریم میگردیم دا آخوی ته نمره تا بخشش دختری خاله تا رفته رستوران دیسکاتیکا دا خورده گشتن تکو شو کن ده تگو دکو پاگا موردی اچموی بگا با کانال ما تاجیکستان شو ابونا شوید تا از ویدیوی نوترین و جالبترین باخبر شوید. پیریش همو قمالی نبوده روز دیگه همه خونه بیرومی تو با فکر نکنن که مقامتم خم زده بخما راست بگیم برام سلام علیکم رحمت چی میکنین تقا جون اینجا؟ آبازی ای تقا جون امی من شما رو امیاد نکن کو تاویستانی درست هم مردم همه جا آبازی میکنه نکی شما نمیم انا زمستان میشه همه آو یخ میشه بعد یکی شما آبازی میینه که آخه خونه کی تو میزنه آخه دختر جان اگه خودت میدونه که دم همسایگی من همه آدم نو اومده من 60 در اومده 60 ساله‌ام زنک نیست همه دارگی بیوه میون در او یخ آوازی میکنم که همه بیوه حس کنن که من 60 ساله حوزیم پس نشده میشون دیگه سلامتی خوب خیلی دریا رو تماشا کن خیلی مقصد دریای دهشتناک خیلی این عصب آرام میکنه و انسان را الهام میبخشه فهمیدی؟ سلامت باشی سلامت باشی همین اکرم نگه که وقتی تماشا میکنی اهمیت دادگی ها چقدر چشم نورش زیاد میکنه نوری چشم زیاد میکنه اکرم گاه خیلی خیلی یه هفته برنجه و میخوریم همینجا چک بکنیم صحبت بکنیم برای چی میگن که عشق به پایان است جان یا چیت پرسان
بیا لای آده بشینه گپ زنیم ها لای آده بشینه 10 چی بپرس 15 چی بپرس اینا اصل جان همین مقصد چیه که نمی دریا من میارم وقتی که تماشا بدی موی رو دیگه دیدی موی خیلی نگه تماشا چه کسی خیده نگه قربه خرم نگه موی رو سمتیسه نگه دیدی چه خیزی رو نگه نگه موی رو دیدی کپکه دارم دیدی انا مرحمت کده بشینه تماشا کنه انا چند سوالی داری سوال دادم بگم یکون چه پرسیدنی باشه پرسیدم بگم به جان یک چی پرسیدم میگم که اینا به دوگانای من کو خیلی میگه خطی کاوالرامون تماشا میریم رستوران میریم پارک میریم خیلی می جایی رومانتیک میروند انا من اهمیت دادم که 2 ماه دخمون گام میزنیم کو تو فقط کی تماشا بگو اینو میجم چی تو یگان طرف خونه من نمیبری مقصد دوگانای شما گفتن که کاوالرامون قطعی ما رستوران طرف خونه مقصد میریم یگان دچو میریم یگان ساحل یگان جا موی خیلی پوی خیلی هرچی شما همه را سوال داشتین که چی با شما ما را طرف خونه نمیبره اینجا میاره اینجا یه جایی که انسان در اولش که الهام میبخشه دیمیش که مستن مثلا من شما را اگر طرف خونه برم فهمیدی اون طرف خونه هر یه اوقات بلازت داره دیگه یکم دیگه من میزنی سیم چوربا میزنی چکر میزنی زلینم میزنی سلات هم میزنی شاشلیک هم میزنی تبکر هم میزنی دیگه او چنده عقلی تو نمیگیره که پلی را کی میتا سلجان برای چی خمون اینجا آمده؟ برای چی خمون اینجا آمده؟ کلره من چند بار خودت میگفتی که من گفتم که باغ پیستا داری من باغ پیستاتون بر آوردم باغ پیستا اینجا باغ شما؟ همه درختایی که میبینی همه درختها رو ما شنوندگیم همه این درختها مهنتای ما همه پیستا فهمیدی؟ تمام مردم شریف تاجیکستان اینجا پیستا میخوره این مهنتی دستی ما فهمیدی؟ ما همینجا در قضیه رحمتی بابیم همینجا چقدر میکنه پیستا رو میشنوندیم و پرو میکشیم اون چنو 20 لیتره نبود بابک او میکشیم او میدین همه پیستا سازی تمام مردم این پیستا میچشه کدومش که دعا کنه دقیقمون دعا میکنه فهمیدی؟ سال 67 انمی پیستا رو ما شنوندگیم سال 67 سال 67؟ من قطعی بابی من سال 67 شنوندیم اینجا را از سلجان بخشی شد؟ و شما تای چنده؟ من 87 آخی چی 87؟ و چه خیلی از سال 67 شنوندی؟ قطع بازگاه بوده سال 67 من درختو رو شنوندیم درختو 20 ساله شد بعد من تولد شدم چی؟